سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار مال فروشان یا دام فروشان شرق گیلان. امروز جمعه 20 بهمن ماه و ساعت حدود 10 صبح. بازار مال فروشان ارارستان در جاده لاهیجان به سیاهکل قرار دارد و در روزهای سه‌شنبه و جمعه برگزار میشه. این بازار بزرگترین بازار فروش دام در شرق گیلان و یکی از چند بازار فعال و بزرگ مال فروشان در استان گیلان محسوب میشه. قبلا ولاگ بازار مال فروشان تورمشهر در سرمسرا رو در کانال قرار دادیم که لینک مربوط به اون رو هم براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. بازار ارارستان محلی برای فروش انواع گاو، گوسفند، بز، اسب، قاطر، الاغ، گاومیش هستش. در صبح روزهای جمعه و سه‌شنبه برگزار میشه. حتی در این بازار خوراک مربوط به دام‌ها هم به طور مستقیم توسط تولید کنندگان عرضه میشه. جالب اون که فروشنده های متفرقه‌ای هستن که کالاهای خودشون رو در کنار این بازار به فروش میرسونن. محصولاتی مثل ماهی، صنایع دستی، لباس و خوراک. در این بازار فروشندگان متفرقه‌ای هم هستند که کالاهای خودشون رو در کنار این بازار به فروش میرسونند. محصولات مثل ماهی، صنایع دستی، لباس و خوراک. در بخش غربی این بازار کافه و کبابی وجود دارد که برای صبحانه بازاریان و مراجع کننده ها هم در حال فعالیت. در این بازار دام به کلی به فروش میرسه و در اون خبری از مزایده یا به اصطلاح گیلانی چوب زدن مال وجود نداره. قبلا در کانال ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی زیبای لاهیجان در سیاهکل رو در کانال قرار دادیم که لینک پلیلیست مربوط به هر شهر رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشم با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. Güzel oldu bak.
مال بابوسی بعد نقد دنده الان نشین شما دیگه ما بگیریم غیر عجم بگی عجم بگی
خب بده خب ده آرام کنی پاسه خوشیدی ها که